امروز اومدیم سراغ این انگورمون. این کوچولو هم تشریف آوردن طبق معمول دنبال سوسیس. البته اینجا دماوند نیست، اینجا محل کارمه و این درخت انگورم تقریبا مال 10 سال پیشه که کاشته شده. حالا امسال پارسال خیلی وضعیتش خراب بود ولی امسال یه خورده هرسش کردیم. یکیش اینه، یکیشم اینه. حالا امسال اینو جفتشون رو هرس کردیم تا امروز بیایم چوب بذاریم واسه‌شو ببندیمش که بیاد بالا. این دوتا هم تقریبا به فاصله 5-6 متر از اون یکی درخت انگور پایین تره. سنای این دوتا درخت یکیه، میگم اینا رو همه رو 10 سال پیش کاشتن ولی چون یه ستون نزدیکش بوده، حالا یکی هم اومده با نخ، قبلا نخ داشت گذاشتش رو ستون، این وسعتش چقدر زیاد شده. انگور یه جوریه که تا وقتی که درخت یه جوری باشه که حالا روی سقف بندازن یا با چوب باسش پایه درست نکنن وسعتی پیدا نمیکنه. رو زمین اونقدی نمیتونه بدوه، حالا مگه این که پایه درخت مو داشته باشید. سم بردوفیکس، البته اگه برگاش مثل این دوتا درخت سالم باشه، سم بردوفیکس الان که دیگه برگاش کامل شده بزنید یک بارم بیشتر نمیخواد. بعد از ظهر باشه. حالا الان اینجا قوطی سمه رو ندارم، رفتم دماوند باستون میذارم ببینید چجوریه، درصدش هم با آب باستون میذارم. بردوفیکس که بزنید این الان پایینش یه ذره شته داره، اون یه ذره شته میره، محصولش هم خیلی بیشتر از قبل این یا سالهای قبل که سم نزدید میشه. خب حالا بریم سراغ این گل محمدیه.